سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و علاقمندان به یادگیری زبان. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب و خوش باشه و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خب دوستان، امروز هم اومدیم با یکی از فعل‌های فرانسوی، یک فعل بسیار بسیار مهم که الزامی شما این فعل رو به خوبی یاد بگیرید، چرا که این فعل در زمانهای گذشته خیلی تکرار میشه و باید به کار گرفته بشه. پس برای همون بهتره که این فعلا رو به خوبی یاد بگیریم. در زبان فرانسه ما دو تا فعل داریم به اسم avoir و être، فعل داشتن یا بودن. این دو فعل رو شما باید به خوبی یاد بگیرید، چرا که اینا در صرف زمان گذشته همیشه استفاده میشه. پس اینا رو باید به خوبی یاد بگیریم. و قبل از شروع ویدیو هم خواستم بگم که اگه دوستانی که مایلن ویدیوهای بیشتری رو بذارن، لطفا نظراتشون رو برای ما ارسال کنن تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتری بذاریم و در یادگیری زبان بتونیم تا حد امکان کمک کنیم. خب شروع میکنیم امروز فعل داشتن. خب این فعل رو صرفش میکنیم و چند تا مثال هم باهاش میزنیم تا بهتر جا بیفته. فعل داشتن در زبان فرانسه میشه avoir. avoir، داشتن. من دارم، j'ai. من دارم، j'ai. tu as، تو داری، tu as. تو داری. il a، اون داره، il a، اون داره. او پسر میشه il a. elle a، او دارد، او مؤنث. il a، او دارد. nous avons، ما داریم. nous avons، ما داریم. vous avez، شما دارید. vous avez، شما دارید. ils ont، آنها دارند. ils ont، آنها دارند. elles ont، آنها دارند، مؤنث. elles ont، آنها دارند. دقت کنید که elles sont یا ils sont نگید. elles ont، ils ont. اگه بگید ils ont یعنی آنها دارند، اما اگه بگید ils sont یعنی آنها هستند. پس به این نکته خیلی دقت کنید. خب بریم ببینیم با این فعل چه جملاتی رو میتونیم بسازیم. j'ai 51 ans، من 51 سال دارم. دقت کنید که در زبان فرانسه به سن رو با فعل avoir صرف میکنن، نه با فعل être. یعنی نمیگن که ما 51 سالمون هست، میگن ما 51 سال داریم. j'ai faim، j'ai faim، من گشنمه. j'ai faim، من گشنمه. j'ai soif، تشنمه. j'ai soif، تشنمه. j'ai une voiture، من یک ماشین دارم. j'ai une voiture، من یک ماشین دارم. j'ai une idée، من یک ایده یا من یک فکر دارم. j'ai une idée، من یک فکر دارم. j'ai un problème، من یک مشکل دارم. j'ai un problème، من یک مشکل دارم. j'ai mal à la tête، من سردرد دارم. j'ai mal à la tête، من سردرد دارم. j'ai froid، سردمه. j'ai froid، سردمه. j'ai chaud، گرممه. j'ai chaud، گرممه. خب دوستان، اینم از درس امروز با فعل avoir. مثالاشو زدیم و تلفظاش هم کردیم. چند تا مثال باهاش پیاده کردیم و گفتیم. سعی کنید تلفظا رو به خوبی یاد بگیرید و اینکه چه کلماتی رو میشه باهاش ساخت و
در زمانهای آینده بیشتر روش کار میکنیم و امیدوارم که این درس هم به کارتون بیاد و کمکی کرده باشه تا بتونید جملاتتون و کلماتتون رو به درک بهتر و بالاتری برسونید. تا درس بعد، خدا نگهدار.